شاید در سال 2007 وقتی اولین دوره مسابقات کراسفیت که امروز همه به عنوان کراسفیت گیمز میشناسن در یک مزرعه کوچیک تو آروماس کالیفرنیا و با حدود 70 نفر برگزار شد، کسی فکر نمی‌کرد فقط در عرض چند سال به مسابقاتی تبدیل بشه که حدود 2.6 میلیارد دلار گردش مالی، 450,000 نفر متقاضی شرکت داشته باشه. کسی فکر نمی‌کرد مسابقه که برگزار کننده اون مسابقه اسم جشن باربیکیو تو حیاط خلوت رو روی اون گذاشته بود، امروز پخش‌کننده‌های اینترنتی و شبکه‌های کابلی برای پوشش کامل مسابقات با هم رقابت کنند. سال 2007 و 2008 شرکت برای عموم ورزشکاران و مردم آزاد بود، ولی از سال 2009 به علت استقبال بالای 100 نفر در مسابقات قبلی، شرکت کنندگان باید یک آزمون ورودی می‌دادند و به نوعی برای شرکت در این مسابقات تایید صلاحیت می‌شدند. همچنین سال 2009 اولین سالی بود که کراسفیت کاران به صورت تیمی نیز می‌توانستند در این مسابقات حضور پیدا کنند. در این سالها بود که با توجه به استقبال مردم و تماشاگران از این مسابقات، شرکت‌های ورزشی وارد گود برای اسپانسرینگ و شارژ مالی این مسابقات شدند. در سال 2009 حدود 4,000 تماشاگر این مسابقات را از نزدیک دنبال کردند. در سال 2010 شرکت پروژنیک اسپانسر این مسابقات شد و به نفر اول جایزه $25,000 اهدا کرد. اما جهش بزرگ این مسابقات در سال 2011 رقم خورد، جایی که ابرکمپانی ریباک به عنوان حامی مالی تو این مسابقات وارد شد و جایزه نفر اول را به $250,000 ارتقا داد. به خاطر حضور ریباک در این مسابقات برای اولین بار تایید صلاحیت ورزشکاران به صورت آنلاین انجام می‌شد. به این ترتیب که ورزشکاران متقاضی میبایست حرکات و کدهایی را که کارشناسان برای شرکت کنندگان تعیین می‌کردند رو در هر باشگاهی انجام دهند و فیلم اون را برای کمیته برگزاری ارسال کنند. چیزی نزدیک به 45,000 نفر متقاضی شرکت در این مسابقات بودند و شبکه ESPN پوشش 3 ساعته این مسابقات را در کانداکتور شبکه خودش قرار داد. همچنین سال 2011 اولین سالی بود که بخشی از مسابقه داخل اقیانوس انجام شد. روند متقاضیان حضور در مسابقات کراسفیت افزایش چشمگیری داشت، به طوری که از سال 2012 تا 2018 متقاضیان از 69,000 نفر به 415,000 نفر افزایش یافت. اضافه کردن بخش‌هایی برای متقاضیان بین 40 تا 60 سال و همچنین 14 تا 17 سال، دوچرخه سواری در کوهستان و شنا در اقیانوس بخش‌هایی هستند که برای جذب حداکثری ورزشکاران و تماشاچیان و همچنین گردش مالی توسط کمیته فنی به این مسابقات اضافه شد. ریچارد فرونینگ، قهرمان 4 دوره این رقابت‌ها، به سابقه کار کردن در آتش‌نشانی رو هم داره، میگه لزوما دوست ندارم برنده باشم ولی از باختن بیزارم. فرونینگ و مت فریزر، ورزشکار 170 سانتی و ورزشکار اسبق وزنه برداری، هر کدام با 4 بار قهرمانی رکورددار قهرمانی این مسابقات هستند. مسابقات گیمز از یک مزرعه کوچک در آروماس و با 70 نفر شروع شد. واد آنلاین بعد از 3 سال به این مسابقات اضافه شد و بعد از 3 سال کارشناسان و کمیته فنی به این مسابقات اضافه شدند. مسابقه بزرگ کراسفیت کیش برای اولین بار در کشور واد آنلاین برگزار می‌کند و کمیته متشکل از بهترین مربیان عرصه کراسفیت این مسابقات را برگزار می‌کند. این مسابقات می‌تونه در چند سال آینده جایگاهی مثل کراسفیت گیمز پیدا کنه و این فقط به حضور ورزشکاران و رونق این حرفه بستگی داره. با آرزوی موفقیت برای تمام ورزشکاران.